حاجی حس میکنم یه چیزی کمه اینجا. یه لحظه وایسین. آهان حالا شد. برابر سلام، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. من دمیس گیمینگم و امروز داخل این ویدیو یه کانتنت فوق العاده گاد داریم. برابر امروز قراره فقط با تندر آقا گرگه پلی بدیم. اکانت رفیقم امین جان عزیز که از همین الان ازش تشکر میکنم، از اینجا از همین تریبون ازش تشکر میکنم. یه ویدیو فوق العاده خفن داریم که اکانتشو داد که آقا گرگه داره. با ما هم همین الان بریم یه لودت برات بچینیم. داشتم این اوکی سر همین هشتمی میچینیم بچه‌ها. تون رو آقا گرگه رو امروز قراره داخل این ویدیو یه جورایی باش یه جورایی تستش کنیم و باش که فقط پلی بدیم دیگه. خیلی امروز قراره حال بده بهمون و یه ویدیو خیلی خفن داریم. یه اتچمنت هم برات بچینم، اتچمنت خودم برات میچینم که عشق کنی دیگه. اینم از این استرایک فورگریپ گذاشتم اونجا و آره دیگه نماز آقا گرگه بچه‌ها حتی تمپلار اپیک هم داره، یعنی آقا خود اسکین آقا گرگه رو داره و ما اینجا اسم چنلمون رو می‌نویسیم. بچه‌ها من برم یه دوئل روال کنم و بیام. اوکی بچه‌ها بریم برای دوئل، بریم دوئل بزنیم و بعدش هم بچه‌ها میریم رنک مولتی هم تست می‌کنیم این تونرا رو که بچه‌ها گان لجند مورد علاقه دیگه. گان لجند مورد علاقه البته که من زیلاتم خیلی دوستش دارم، ولی خب من بچه‌ها دیلم اگه کالا فلیر واقعی باشید میدونید که دیل بهترین اسنایپ بازی همیشه میمونه و هست. ولی خب من با تونرا خیلی خوب بهتر پلی میدم از دیل، نمیدونم چرا ولی خب با تونرا بهتر پلی میدم دیگه. بچه‌ها دوئلم وایس لایو نیست و دارم روش حرف میزنم. اینجا کیل اولو زدم و کلا این ویدیو وایس لایو نیست. من ویدیو رو گرفتم و دارم بعدش حرف میزنم. اگه میخواین وایس لایو بگیرم ویدیومو حتما برام داخل کامنت بنویسین بچه‌ها و دکمه سابسکرایب چنلم بزنیم. ممنون از اینکه 1000 تایی شدیم و این اولین ویدیوم بعد از اینکه 1000 تایی شدیم و خواستم تشکرها رو روال کنم. حالا اینجا تشکر بکنم. تا حالا تو شورت ویدیو تشکر کرده بودم، اینجا یه هیپ خوشگل دادم ولی پرکنیدش منو کشت و آره دیگه تشکر کردم. مرسی از شما و بچه‌ها چنل تلگراممونم جوین بدین. الان من چند روز چنل تلگرام زدم ولی خب تو یوتیوبم گفتم ولی هیچکی نیومده تا الان. فعلا 10 نفر هستیم ولی خب منتظر کسای بیشتری هستیم. اونجا روم مولتی میذاریم بچه‌ها. حالا یکم تعدادمون بیشتر شد روم مولتی میذاریم که با هم دیگه اونجا پلی بدیم و بچه‌ها اینم از تندر آقا گرگه. واقعا خوشگله بچه‌ها، واقعا خیلی خوشگله و آره من با سنس امینم بچه‌ها اصلا عادت ندارم، اصلا نمیتونم باش پلی بدم با سنس امین. ولی خب اینجا پینگ هم میبینیم که داغون بود آجی، پینگ هم 100 خورده ای بود و اینجا بازم زدنش. بازم توسط پرکنیدی که ازش متنفرم مردم و داشتمونم دیل میتیک داره. و بچه این دوئل من کیل 5 زدم لفت داد و من بعدش رفتم رنک مولتی. بعدش بازم دوئل داریم جلوتر که ویدیو رو ببینیم. اینجا که کیل 5 زدم داشتمون لفت داد. اینجا یکم بگذاره، بله اینجا لفت داد و بریم رنک مولتی رو با هم دیگه هایلایتش رو ببینیم. اینجا هم بچه رفتیم استارت کردیم. بچه من مپ تونسیا رو خیلی دوست دارم بچه. رفتیم مپ تونسیا هرچی شما بهش میگین اونجا انتخاب شد و بریم برای رنک مولتی که ببینیمش. بچه من یه عذرخواهی هم از شما بکنم که داخل این ویدیو نتم خیلی بد بود و فکر کنم 2-3 راند قشنگ رکورد نکردم، خیلی شرایط بدی بود. ولی خب بچه مهم اینه اون حسه رو ایشالله شما گرفته باشین. مهم اینه که مثلا تندرا بچه من خودم از نظر خودم همه چی دیفالتش بهتری میشه. مثلا تندرا از نظر من دیفالتش بهتر، البته دیل زیلاتو استثنا بگیریم و اینو به نظرم و لوکاس الکترونو همه چی دیفالتش به نظرم بهتره. مثلا تندرا اینجا مردم بچه، دمیج دادم و مردم. تندرا خیلی گاده، مثلا من با دیفالتش خیلی بهتر پلی میدم تا مثلا لژندش. با لژندش حالا زیاد پلی ندادم ولی خب کلا مثلا من با دیل دیفالت خیلی بهتر از مثلا دیل های لژند پلی میدم. حالا هالیدی، زیلات، به نظر من همه چی دیفالتش بهترشه. اگه شما با هم موافقین تو کامنت ها بنویسین نظرتون رو برام کامنت کنین بچه‌ها. حتما کامنت ها رو میخونم همه رو و آره دیگه بریم یکم هایلایت رو بیشتر با هم دیگه ببینیم. اینجا بازم دمیج دادم بچه، خیلی دمیج دادم من تو این ویدیو. فکر کنم اینجا کیل گرفتم و یارو با لوکاس الکترون منو زد و فکر کنم از این کیل به بعد چیز شدم، کلا AFK شدم و فکر کنم آره اینجا بود که AFK شدم. و بچه من ویدیو رو براتون کات میکنم که حوصلتون سر نره. اوکی از اینجا اومدم دیگه، اینجا نتم خوب شد خدای. از اینجا اومدم و دیگه این پوسته هم که رو تندرو انداختم
و اینجا هم رفتم زیاد من با این پوسته حال میکنم. اینجا هم رفتم اینجا یه شات خوشگل بزنم. اینجا رو زدم بعد دیدم نبود یود اصلا غیب شد یعنی. و آره دیگه بچه هایلات هم با هم دیگه ببینین. و بچه شاید براتون سوال شده باشه که مثلا من با چه ایمی بازی میکنم. مثلا من بچه اینجا بازم مردم. من بچه ایمی که خیلی باش عادت دارم، این ایم نمیدونم اسم، واقعا نمیدونم اسم حالا انگلیسی که شما میگین چیه، ولی من خودم بهش میگم نقطه سفید. چون نقطه سفید یه جوری میشه گفت وسطش داره. و بچه خیلی با این ایم من گات شده میرم کلا اصلا خیلی ایم خفنه. و بچه من دوئل پلیرم یا رنگ پلیر. بچه من هر دوتا هستم، هر سیزن رنگ مولتی من لجن میکنم، ولی خب دوئل پلیر هم نمیشه گفت نیستم، هستم واقعا دوئل خیلی میزنم و هر دوتا هستم. بچه ریجستریتی رو دیدین خیلی بد ریجستری کرد بچه، اصلا نخورد شدم بهش. اینجا هم سری راند 4 شدیم و از اینجا به بعد دیگه نتم عالی بود و کلا رکورد گرفتم دیگه. و تا راند 5 رو به توپ رکورد گرفتم. و بعد از این مچ هم یه دوئل داریم چون تایم ویدیو خدای کم شد، چون نصف رنگو که نتم ضعیف بود، دوئل هم که یارو لفت داد این که باش داشتم میزدم. و بچه اون دوئل هم که بعدی رو دارم میزنم لفت داد، آخرش گفتاد مشکل خاصی نبود. بچه من الان با هاد که نه هادم خودم کپی کردم، هاد با سنس بشمین دارم بازی میکنم که بچه اینجا بازم زدم و مردم، با وی ام پی منو زد. با سنس امین دارم بازی میکنم، سنسش خدای خوبه، ولی خب اصلا من نمیتونم با سنس دیگران بازی کنم، فقط با سنس خودم خوب پلی میدم. و آره دیگه یه جوری میشه گفت این سنس مولتی پلیر هستی، این سنسی که چیز داره امین داره چون خودش هم مولتی پلیره. و بچه اکانتش اچ اس لجند هم داره، اکانتش خدایی خوب و خفنه. و آره دیگه بچه عاشق صدای تونرا لجندم، خیلی خفنه بچه، کلا خیلی خوشگله. و واقعا اکتیویژن یه گان لجند خوشگل و خوب بیرون داده، واقعا بی‌نظیره نظر من. بچه اینجا نگاه کنین، داشتم فکر کردم کسی دیگه اونجا نیست، یه نفر چون اونجا زده بودم اومدم و باز همین کسمیتیک منو زد دن سرویس. بعد اینجا بعدم یه کیل نگرفتم بچه، مچ هم وین کردیم. ولی خب من نمیدونم بذارم یا نه نمیذارم. و بریم سریعتر دوئل رو ببینیم. این از دوئل آقا بچه یه چی هم بهتون میگم که پشماتون بریزه. تونرا لجند و اولین باری که آقا گرگه اومد امین جان سر اولی گرفت و اصلا خیلی سفیده دیگه جوری بهتون بگم. و آره دیگه رفیقی گلم هم هستش و خیلی هم با معرفت، دمش هم گرم که برای این ویدیو کمکمون کرد. بچه این دوئل هم سری ببینیم که من فکر کنم 8 اینا بودم لفت داد یارو، ولی خب سری این دوئل هم ببینیم. این شاتو دیدین حاجی دمیج شد، من فشاری خوردم سر این شات، اصلا حاجی اصلا وحشتناک این دوتا. و آره دیگه بچه دوئل هم تا آخر ببینین. و آره دیگه اینجا دوتا میسه زشت دادم و زد منو دیگه با اوتلا کشیده بود. و بچه تونرا لجند هم که انقدر کمیابه همه تا میبینن میکشن. اینجا یه دمیج یه فایر خوشگل اینجا بهش زدم که آره دایموند هم خیلی خوشگله بچه. من خودم لوکاس هم نظر چرا گفتم لوکاس، تونرام دایمونده و خیلی هم خوشگله دیگه بچه. آرزومه یه روز تونرا برگرد و ایشالله فولش کنم، آرزومه دیگه، یه از آرزوامه که تونرا فولش کنم تونرا رو. و آره دیگه خیلی خوشگله بچه، اصلا بی‌نظیره. اینم 6 تا بچه درگباری داشتم کیل میگرفتم و داشتی که ولی لفت داد، فکر کنم 2 شد نمیدونم ولی یادم نمیاد. اینجا هم یه ایپ خوشگل بهش دادم، مثلا واجی پشما یارو ریخته بود 7-1. و اینجا اومد بعد یه دمیج حاجی خیلی میگم خیلی دمیجش دادم تو این ویدیو. و اینجا 8-1 بودم فکر کنم لفت داد دیگه، الان باید لفت بده که بله اینجا لفت داد. و بله بچه مرسی از اینکه ویدیو تا آخرش دیدین و اگه ویدیو خفن تر میخواین چنل سابسکرایب کن و تا ویدیو بعدی فعلا.